هللویا، هللویا، هللویا. جلال بر نام خداوندمان عیسی مسیح. تعلیم امروز در رابطه با ایمان زنده، ایمان فعال، ایمان پویا هستش. ایمان زنده، فعال، پویا. پولس رسول در نامه رومیان باب 10 آیه 9 اینطور میگه: اگر کسی به زبان خود اعتراف کند که عیسی خداوند است و در دل خود ایمان داشته باشد که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهد یافت. ایمان، نجات. ایماندارای مسیحی همه ایمان دارن که من این ایمان که لازمه نجات هست، این رو من اسمشو میذارم ایمان ابتدایی. بعد متوجه میشید منظورم از ایمان ابتدایی چیست. پس همه شما، همه نجات یافتگان ایمان رو و اون هم ایمان ابتدایی رو دارن. همه دارن. این ایمان ابتدایی لازمه لازمه نجات، ایمان ابتدایی. اما کافی نیست. برای یک ایماندار نجات یافته که بتونه از این نجات خودش، از مفاد این نجات و از مزایای این نجات استفاده کنه، کافی نیست. پس ایمان ابتدایی برای نجات لازمه، اما برای یک زندگی موفق در این نجات که از این نجات خودش، از مزایای این نجات استفاده کنه، کافی نیست. یه داستان واقعی رو بر شما تعریف میکنم که منظورم رو بر شما من بیان کنم که در رابطه با ایمان ابتدایی و ایمانی که شما بتونید در این نجات خودتون زندگی موفق داشته باشید در مسیح. یک زن بسیار فقیر و عضو کلیسا که هر هفته و تمام جلسات به کلیسا می رفت و این زن بی سواد بود و ارثیه‌ای از پدرش که یه مبلغ بسیار هنگفت بود بهش میرسه، ولی این زن ایماندار فقیر و بی سواد از محتوای اون ارثیه آگاه نبود، به خاطر اینکه سواد نداشت و زن فقیر و تنهایی بود. وقتی که این نامه به دستش میرسه، اینقدر این نامه، اون سند زیبا بود، تصمیم میگیره اون سند رو قاب بگیره و در اتاقش آویزون کنه. این زن بعد از سالها وقتی که به حضور خدا میره، وقتی که فوت میکنه،
پولس رسول میگه وقتی میخوابه، کشیش کلیسا تصمیم میگیره بیاد خونش که اجاره بود، تمیز کنه، وسایلا رو بیرون ببره و این خونه رو آماده کنه و تحویل بده به صاحب خونه. در حین تمیز کردن چشمش میخوره به اون قاب و متوجه میشه که این قاب سند ارثیه این زن فقیر بود، ارثیه‌ای از پدرش بهش رسید با مبلغ هنگفتی که این زن فقیر و بی سواد آگاه نبود از ثروتی که داشت و ازش استفاده نکرد وقتی که زنده بود. این داستان بسیاری از مسیحیان و ایمانداران هست، داستان بسیاری از ایمانداران هست که با ایمان ابتدایی نجات رو دارین، ولی چون آگاهی ندارید که چه مفاد و مزایای این نجات برای ما ایمانداران داره، چون آگاهی ندارید در همون ایمان ابتدایی باقی میمونید که پولس رسول به این گروه دسته از ایمانداران میگه شیرخواره، ایمانداران شیرخواره، ایمانداران بی سواد باقی میمونند و هیچ رشدی ندارن، در همون ایمان ابتدایی باقی میمونن. برخی هم هستن رشد میکنن و در یک مقدار میزان میرسن به همون، بسنده میکنن، اکتفا میکنن، راضی میشن و همون مقدار باقی میمونن که در کلام پولس رسول میگه ایمانداران شیرخواره و ایمانداران بالغ. بذارین دوباره اینو من تکرار کنم، چون واقعا تو قلبمه که کلیسای ایران بنا بشه. قلب و هدف من همونطوری که قلب خداست بنای شماست. پس این پیام برای تخریب شما نیست، بلکه بنای شماست. بذارین اینو دوباره بگم، بسیاری از مسیحیان نجات رو دارید به خاطر اینکه مسیح رو با زبان خودتون، همونطوری که رومیان باب 10 آیه 9 گفته، با زبان خودتون اعلام کردید که مسیح خداونده و با دلتون، با قلبتون باور دارین که مسیح برخیزانده شد و نجات پیدا کرد. ایمان ابتدایی همتون دارید، اما بسیاری در همین ایمان ابتدایی باقی میمونید و رشد نمی کنید. بسیاری بسیاری بسیاری